من اخیراً کل این فروشگاه خریدم که به اندازه سیر کردن یه شهر توش مواد غذایی وجود داره و بعد تصمیم گرفتم این آقا پسر رو اینجا گیر بندازم. بابت هر روز اینجا موندنت یه کارت اعتباری $10,000 بده. حرف نداره رفیق، بزن بریم. بعد از 24 ساعت این باشه بابا. شرکت توی این چالش میتونه الکس رو تبدیل به یه مولتی میلیونر کنه که در واقع این یعنی اون باید چند سال اینجا بمونه. از حالا شروع میشه. ساعت اول. خیلی خوب، جیمی رفته. چرا باید از اینجا برم؟ میتونم چند سال اینجا بمونم. بیا بریم خرید کنیم عزیزم. اگه الکس این خط قرمز رد کنه که ما دور تا دور محوطه فروشگاه کشیدیم، چالش به پایان میرسه و اون با هر چی که به دست آورده از اینجا میره بیرون. برای اینکه مطمئن بشیم اون داخل فروشگاه میمونه، تعداد خیلی زیادی دوربین مداربسته در گوشه و کنار فروشگاه کار گذاشتیم. به عنوان اولین وعده غذاییم تو شب اول میخوام این استیکو برای خودم بپزم. فکر میکنم این قسمت خیلی کوچک از فروشگاه قرار خونه من باشه. اگه قرار باشه هر شب از این غذاها بخورم، میتونم چندین سال اینجا بمونم. روز اول تموم شد، صبح میبینمتون. اولین روز تموم شده و من اولین پرداخت $10,000 رو آوردم. الکس سلام. بیا اینجا. میتونی $10,000 رو حس کنی؟ درسته. بهت اعتماد دارم. حالا نقطه عطف چالش. برای به دست آوردن روزانه $10,000 باید بنظر $10,000 از محصولات فروشگاه رو بهم بدی و باید برنامه‌ریزی کنی که به چه ترتیبی محصولات فروشگاه رو بفرستی تا بتونی برای حداکثر زمان ممکن اینجا بمونی. باشه. یه راهنمایی. کلی وسایل الکترونیکی اون طرف است که خیلی گرونه. به نظر ایده خیلی خوبیه. من نمیتونم این تلویزیون رو بخورم، پس لازم نیست اینجا بمونه. 22 سنت بیشتر. باشه، بزن حساب کنم. کارت MVP داری؟ نه. میخواید بهتون بدم؟ میخواید نه. ثبت نام کنی؟ اینم از پولتون. کریس اونو ببر. بی 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 بی. فردا هم با $10,000 پول نقد میام سراغت. حالا باید نقشه بکشی که چی باید بفروشی. این همه چی رو عوض میکنه. باید برای آینده برنامه‌ریزی کنم. باید بدونم که هر بار باید کدوم محصول رو بفروشم. غذا و وسایل حیوانات خونگی. جیمی برای خوردن اینا بهم پول نمیده. قول میدم. به اندازه $10,000 غذای سگ اینجا جمع کردم. باید برم استراحت کنم تا صبح زود بیدار بشم، چون فردا باید خیلی چیزا رو جمع کنم. خیلی کار هست که باید انجام بدم. الان بهتره استراحت کنم. روز سوم شروع شد. الکس چه خبره جیمی؟ پس قراره امروز اونا رو بهم بفروشی. امروز قراره غذای سگ بهت بفروشم. خدا کلی طول میکشه اینا رو از اینجا ببریم. صبر کن. میتونیم این کارو بکنیم. حالا یه دست بزن تا اینا از اینجا بره. اینم از این. حالا بریم حساب کنیم. به نظرت افکت باحالی نبود؟ واقعا جادویی بود. قیمت کلشون شد $9,991.80 و آخرین محصول قیمتش شد $10,045. تمام چیزایی که الکس به من میفروشه به خیریه اهدا میشه. پس نگران هدر رفتنشون نباشین. چند روز آینده برای الکس خیلی خوب پیش رفت. اون روز پنجم به من $10,000 مواد خوراکی فروخت. این مواد غذایی که اینجان تا چند روز دیگه بی کیفیت میشن. روز ششم یه عالمه پوشک بچه بهم فروخت و روز هفتم، هشتم و نهم اون $30,000 وسیله دیگه به من فروخت. در ضمن اون تونست اتاقک پشتی فروشگاه رو پیدا کنه و از اونجایی که 10 روز حموم نرفته بود برای خودش یه حموم متحرک. همچنین این سیستم رخشویی. اوضاع چطوره؟ چه خبر جیمی؟ حالا راستشو بهم بگو. به نظر چند وقت دیگه میتونی طاقت بیاری؟ خب به نظرم 100 روز دیگه رو میتونم. ای پسر، بر اساس اینکه الکس تا چند وقت دیگه طاقت میاره ممکنه این ویدیو به پرهزینه ترین ویدیوی من تبدیل بشه، اما من کاملا براش آمادم. پول. وای خدا رفیق. حتی اگه یه سالم اینجا بمونی از نظر من مشکلی نداره. میخوام بدونم کی این همه پول مچاله کرده ریخته این تو. به من اگه $10,000 بهم بفروشی اینو بهت میدم. خیلی خوب، امروز بازم بهت تلویزیون میدم. کی میره خاربار فروشی تا تلویزیون بخره؟ اینا اینجا چیکار میکنن؟ حالا راستشو بهم بگو الکس، این جعبه رو خالی کردی و داخلشو با سنگ آجر پر کردی؟ سگا. خیلی خوب، بهش اعتماد میکنم هرچند این چیزی نبود که من پرسیدم. نزدیک روز 11 الکس دیگه تو جمع‌آوری محصولات به ارزش $10,000 دقیق و حرفه‌ای شد. $10,001.89. از اونجا که من باید میرفتم و یه ویدیو درباره گیر افتادن تو یه جزیره میگرفتم، این اصلا راحت نیست، ولی بیاین امیدوار باشیم که امشب میتونیم 30 دقیقه بخوابیم. یه نفر دیگه به جای ما پول به الکس تحویل میداد و ما اسمشو مرد دلاری گذاشتیم. مرد دلاری اینجا. ممنونم آقا. $100,000 مطمئنم میتونم $1,000,000 جمع کنم. اینکه اون بقیه روزو چطوری میگذرون که خودشو سرگرم کنه واقعا جالب بود. میخوام یه دیوار پنیری بزرگ درست کنم. تمام شد. یه دیوار پنیری بزرگ. همین عزیزم، برو بریم. 3 2 1 برو. ارزششو داشت. واقعا ارزششو داشت. در روز 13 الکس تصمیم گرفت حمومشو ارتقا بده، چون این به درد نمیخوره.
من میخوام 4 تا از این قفسه ها رو برای ساختن حموم استفاده کنم. خب ببینم. خوب بریم. از این نواره پلاستیکی برای پوشوندن اینجا استفاده میکنم. حالا دیوارا ضد آب شدن. خیلی خوب شد. واقعا کارش درسته. این پسر داشت با استفاده از وسایل فروشگاه یه حموم واقعا کاربردی درست میکرد. اینم از این. حموم درست شد. وقتشه امتحانش کنم. خیلی خوب. الان یه مدت اینجا میخوام یه دیوار درست کنم. هرگز فکر نمی‌کردم همچین چیزی ببینم. اما الکس عملاً از تمام بطری‌های آب فروشگاه استفاده کرد تا برای خونه موقت خودش دیوار بسازه. اون حتی با استفاده از تمام دستمالهای توالت برای خودش تخت درست کرد که به نظرم خیلی هم راحته. اینجا خیلی گرم و نرمه. میتونم اینجا بخوابم. روز 17 حالا وقتشه برم و یه فکری به حال این بچهای بد بکنم. کارتای هدیه اینا واقعا گرونن. واقعا عجیبه که این کارتای تبریک تولد اینقدر گرونن، چون الکس تونست فقط با فروش اونا $10,000 رو کامل کنه و بعد از اینکه فیلمبرداری تو جزیره رو تموم کردم. سلام جیمی. خیلی وقت ندیدمت. الکس میخواست بهش بگیم که چطوری میشه از لیفت تراکی که تو اتاق پشتی بود استفاده اگه کنه. بشه اینو تو فروشگاه استفاده کرد خیلی خوب میخوای میشه. بذاری کریسونو برونه؟ آره. 3 2 نون با ایران نه. فکر کنم بازم باید برم. موفق شد. آفرین. هیچ جنجال خوش نزد. بگذرون تا فردا. با اینکه از آخرین باری که منو دید فقط چند روز گذشته بود، به نظر میومد که دلش واقعا برام تنگ شده بود، چون این تنها توضیح برای یه کاریه که میخواد انجام بده. من این عکس از جیمی رو اینجا دیدم. حالا قراره من و این بریم با هم خوش بگذرونیم. قراره اینجا بمونه و حواسش باشه که من حسابی درست کار بکنم. حالا یه $10,000 دیگه ثبت کنیم. $10,000 و 33 سنت. یه چند روز بعدی الکس واقعا خیلی خوب از پس کار بر اومد. البته با تشکر از لیفت تراکش. برای همین تونست تخت خودش رو تغییر بده و این بار واقعا خیلی خوب شد. این خیلی بهتره. با وجود که هدف الکس به دست آوردن $1,000,000 بود، فکر کنم بتونم به $1,000,000 امیدوارم برسم. نتونیم. اون شروع کرد به برنامه‌ریزی تا ببینه با این پول میخواد چیکار کنه و به این نتیجه رسید که لازم نیست برای مدت طولانی اینجا بمونه. $1,000,000 واقعا رقم خوبیه. واقعا دلم برای وقت گذروندن با پسرام تنگ شده. 2 ماه دیگه تولد هر دوتاشونه و من همیشه برای تولدشون کنارشون بودم. برای همین وقتی به این فکر کردم که میخوام با این پول چیکار کنم، به این نتیجه رسیدم که $500,000 برام کافیه. اما الان من فقط $200,000 دارم. پس کافیه که 50 روز اینجا بمونم که الان نصفش گذشته. روز 22 الکس تصمیم گرفت به اندازه $10,000 اسنک ماهی قرمز بهمون بفروشه. وای خدای من. این اندازه $10,000 غذای ماهی قرمزه. میشه باش یه عالمه نوزاد سیر کرد. خیلی خوب. واقعا از شما ممنونم آقا. حالا میشه گفت یه زندگی معمولی داری، روزی 10,000 تا در میاری و دلت برای خانوادت تنگ میشه. آره میتونی تا هر وقت دلت بخواد اینجا بمونی. درسته. روز 27. همونطور که میبینید روزا برای الکس کاملا تکراری شدن، اما بالاخره روزی رسید که قصدش بهمون بطری آبی رو بفروشه که به عنوان دیوار استفاده کرده بود. اما از اونجایی که نمیتونست قفس‌های خالی فروشگاه رو بهمون بفروشه، فهمید که میتونه ازشون به عنوان دیوار استفاده کنه. میخوام دیوارای خونه رو با این قفسه درست کنم. این قفسه ها جلوی راهو گرفتن، پس من برشون میدارم. خیلی خوبه. همونطور که میبینید الکس حالا کاملا به اینجا عادت کرده، ولی یه چیزی هست که الکس نمیدونه و اونم اینه که من از وقتی این فروشگاه خریدم پول برق رو پرداخت نکردم و هر لحظه امکان داره برق قطع بشه و اینطوری فریزرها، یخچال‌ها و خیلی چیزای دیگه از کار میافته. قرار اوضاع خیلی پیچیده بشه، اما قبل از اینکه الکس با این شرایط روبرو بشه میخوایم یه مقداری بهش انگیزه بدیم. این فکر رو کردیم که الکس به یه جایزه احتیاج داره. خوشحالی که قراره پدرت ببینی. شما آماده این؟ آره. به نظرم قراره اشک الکس در بیاد و اوضاع خیلی احساس بشه. خدای من. الکس برات یه سورپرایز داریم. سلام. وای برات مهمونای بچه ویژه هم. سلام رفیق. دیروز داشتی میگفتی که چقدر دلت برای خانواده تنگ شده، برای همین حس بدی داشتم. برای همین به عنوان جشن پایان 1 ماه شکایت برای بابا بوس بده. بابا من جیش دارم. اون جعبه‌های روی زمین چیه؟ یه زمین مسابقه درست اون کردم. ماشینه؟ آره. میشه پسرمون سوار شه؟ نظرت چیه پسرم؟ برو. بای بای پسرم، دوست بای بای. دارم. دلم
شکست. وقتی بچه هامو دیدم به نظرم فرق کرده بودن. میدونید تو همچین سنی اونا هفته به هفته تغییر میکنن. دلم میخواد زودتر برم خونه و باشون وقت بگذرونم. چه خبره؟ بهتره دیگه بیدار بشم و بقیه وسایل رو بفروشم. امروز قراره چی شد؟ چرا برقا خاموش شدن؟ این بار دیگه چه کلکی تو کاره. اینجا یه چراغ قوه است. اینجا یه چیزی مشکل داره رفیق. این کار شما بود آقا؟ راستشو بگو، کاریت ندارم. بگو. تختم وای از اون چیزی که فکر میکردم بدتره. برقا قطع شدن جیمی. آره درسته. راستش روزی که اینجا رو خریدم باید یه فرم پر میکردم تا قبضشو پرداخت کنم، اما من اونو پر نکردم. دوربینا و دستگاه اسکن قیمت به یه ژنراتور وصل شده چون بهشون نیاز داریم. خب حالا بگو اینجا چی آماده کردی؟ در واقع اینجا اندازه $60,000 وسیله گذاشتم. ای خود من، ولی به نظرم حالا که برقا قطع شده باید زودتر غذای منجمد شده رو بفروشی. آره برنامه عوض شد. بیا این گوشتا رو بدیم بره. به ترتیب بچین. خیلی خب من اینو نگه میدارم. به ترتیب بچین. من در رو نگه داشتم. حالا تا اون یخچالا رو خالی میکنن میخوایم بهتون شاپیفای رو معرفی کنم. با کمک شاپیفای تونستم این فروشگاه بخرم و در عوض قرار یکی از 1000 خدماتی که به شما ارائه میدن و بهتون کاش معرفی میشد یه کیف داشتم که وسایل رو داخلش میذاشتم و خنک میمونده. حالا میخوایم بهتون کانگا کولر رو معرفی کنم. چالش اگه بهت بگم یه بسته 12 تا یه سودا تو این گذاشتم باورت میشه؟ این کیف میتونه هر چیزی رو تا 7 ساعت خنک نگه داره. واقعا خیلی خوبه. بسته سوسیس چند تایی داریم، بسته سوسیس تکی پنیری؟ داریم، سوسیس کیف پنیری. کانگا کولر خیلی سبکه و کاملا عایق پوشی شده، میتونین هر جایی ببرید. بریم حساب کنیم بچه‌ها. چالش تا حالا پشت باجه فروشگاه بودی؟ آره. ای وایسا، چرا دوباره اسکنش کردن؟ صبر کن. میتونی سر یه آدمو بزنید داخلش. همین حالا بارکدی که تو ویدیو گذاشته رو اسکن کنید و این کانگا کولر رو بخرید. من میرم بهشون کمک کنم گوشت رو اسکن کنن. خیلی خوب، اینم از قبضه گوشت. راستی این کانگا کولر مال تو. الکس من دارم برای یه هفته میرم به آفریقا. من بازم مجبور بودم برای فیلمبرداری یه ویدیو برم آفریقا و 100 تا چشم احساس کنم. اولین احساسمون با موفقیت انجام شد. الکس بقیه روزو تلاش کرد تا هر چه سریعتر مواد غذایی یخزده رو بفروشه تا بتونیم اونا رو به خیریه بدیم. فکر میکنم از این به بعد باید تو تاریکی قیمت رو اسکن کنم. واقعا امیدوارم جیمی برق رو روشن کنه وگرنه عذابت میشه. اگه بخوام رو راست باشم قطع کردن بقا بیشتر از چیزی که فکر میکردم روی الکس تاثیر گذاشت و فکر میکنم اون فقط غذا رو اسکن نمیکرد. واو. به نظرتون میشه با لیفت را چپ کرد؟ آخ خراب کردن. راهروی شماره 7 احتیاط کنید. این فروشگاه داره به خرابه تبدیل میشه. من میخوام برم در این زندان رو باز کنم تا یکم نور خورشید وارد بشه و هوای تازه بیاد داخل، چون اینطوری دیگه نمیشه ادامه داد. خیلی سخت شده. اوه خیلی خوبه. این به من انگیزه میده تو تاریکی زندگی کنم. 36 روز گذشته و من $360,000 جمع کردم. چرا باید تسلیم بشم؟ باید کلی جنس بفروشم و کلی غذا هست که میتونم بخورم. جنس ها رو میفروشم و یه عالمه پول جمع میکنم و میتونم منتظر بمونم که روزا سپری بشن. هیجان انگیزترین قسمت روزای من تا این حد نزدیک شدن به این خط قرمز. من یه پسر تنهای بیچارم که اینجا تنها موندم. تا الان بابت هیچ چیزی تو زندگی به این اندازه ناراحت نبودم. غذا و قهوه و یه عالمه. روزام اینطوریه که جنسا رو جمع میکنم و میفروشم و بقیه روز دیگه دلم نمیخواد کاری انجام بدم و کاری هم ندارم که انجام بدم. چیزی که بین من و همسرم و بچه‌ام قرار گرفته این خط قرمز. از وقتی که برق قطع شد و اومدم اینجا و به این خط قرمز نزدیک شدم هر روز وسوسه میشم که ازش عبور بکنم. میدونم هنوز کلی وسیله است که تا حالا سراغشون نرفتم. یه سری عینک، آیس پک. ببینم این دیگه چیه؟ ببینید چی پیدا کردم. چرا قوه فوری قابل هم. خیلی خوب. 5 تا از اینا رو آوردم اینجا و همه رو روشن کردم. نورشون رو آخرین درجه تنظیم کردم و تمام این محوطه رو روشن کرده. بالاخره اسم میکنم که میتونم ادامه بدم. روز 39. الکس اینجایی؟ سلام. یه 10,000 تایی دیگه. آره. بزن بریم رفیق. این که کلی پول دارم واقعا حس عجیبیه، ولی تا وقتی اینجام هیچ کاری جز نگاه کردن بهشون نمیتونم انجام. خب نگام نمیتونی بکنی، اینجا خیلی تاریکه. قراره یه مقدار نور اینجا رو زیاد جدی کنم. میگی؟ البته به خاطر فیلم برداری. خیلی خوب. بقیه اوقاتی که اینجا هستی رو چیکار میخوای بکنی؟ کاری که دلم میخواد انجام بدم اینه که درای اینجا باز بشن تا بتونم از دست این قفسه‌ها با لیفت تراک راحت بشم. خودتون خواستی.
اینجا چه خبره؟ میخوام برم اون شیلنگو بیارم اینجا و استخر رو را بندازم و تا فردا اینجا تبدیل میشه به یه فروشگاه استخردار. من یه هفته اینجا نبودم و چندلر بهم نگفته اینجا چه خبر اینجا شده. کلا با قبل فرق کرده. آی خدا، در باز کن، باید ببینیم چه خبر شده. وای، اون همه وسیله کجا رفتن؟ وقتی اینجا نبودی یکم دکور رو تغییر دادی. انگار یه نفر کریس رو سوار لیفت تراک کرده. حالا همه چی منطقیه. میشه از این استفاده کنم؟ آره میخوای برو داخل. جوراب پاته. آره. تو خیلی خلی بابا. وای چقدر سرده. پرتاب گلوله نکن. گلوله با خاک. معمولا تو استخر چیکار میکنیم؟ فقط این طرف و اون طرف میره. خب خیلی خوش گذشت، ولی به نظرم باید بریم سراغ حساب کردن. بابت محصولات ممنونم. برو با استخر خوش بگذرون. میخوام برم اوضاع اون پشت و وسایل رو مرتب کنم. کی میدونه، شاید خوش گذشت. لازم به گفتن نیست که تا اینجای کار الکس واقعا خسته شده بود و وقتی داشت با لیفت تراک رانندگی میکرد یه اتفاق غیر منتظره افتاد. وای نه لعنتی، نه 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 وای خدا نه. وای پسر نه، وای خدا. من داشتم تمام تلاشمو میکردم اوضاع رو درست کنم، اما همه چیز برعکس پیش رفت. وای خدا، تمام پولام خیس شدن، خیلی از محصولات خراب شدن، همه جا به گند کشیده شده، همه جای فروشگاه خیس شده. واقعا خسته شدم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. دلم میخواد از اینجا برم. خب میریم داخل. الکس رفیق، چرا انقدر اینجا خیس شده؟ آره ببخشید. آره. او الکس، عربه طلایی منتظرته. این بدبخت رو نگاه کنی. حالت خوبه پسر؟ آره خوبم، بد نیست. انگار چشات غرق شده رفیق. آره من استخر رو سوراخ چطوری میشه استخر رو سوراخ من کرد؟ داشتم رانندگی میکردم و یه سری وسیله جابجا میکردم. وقتی میخواستم دور بزنم یهو فرمونم نپیچید و اینطوری شد. حالا همه اینا خیس شدن؟ چند هفته دیگه میتونی اینجا بمونی؟ هفته؟ الان واقعا دارم روز شماره میکنم، بستگی به این داره که چند روز دیگه بتونم. یعنی اگه تمام کنم. فردا یه عنکبوت تو تختت ببینی از اینجا میری؟ 100% داره. فکر نمی‌کنم زیاد بتونی اینجا طاقت بیاره، خیلی زود تموم میشه. میخوای یک کم با هم وقت اصلا بگذرونیم فکرش هم بچه‌ها؟ نکن. آدمو کسل میکنی. وقتی الکس این چالش شروع کرد فروشگاه این شکلی بود و حالا اینطوری شده. خب الان روز 44مه. بیرون تقریبا تاریک شده. جیمی هنوز نیومده. یه عالمه وسیله است که باید بفروشم. باید این وسیله رو جابجا کنم. خوشبختانه امروز کسی که برام $10,000 میاره رو میبینم. نمیدونم شاید یادشون رفته یا همچین چیزی. واقعا اینجا تنها شدم. فقط تا وقتی برام پول بیارن رو صندلی میشینم. فقط همون موقع. این دیگه چیه؟ داری شوخی میکنی؟ تو اینجایی جیمی؟ کل روز اینجا بودم و حالا این ربات اومده سراغم. بابت پول ممنونم. حالا حتی جیمی هم نمیخواد بیاد اینجا. فضای اینجا واقعا افسرده کننده شده. خب منم بهش حق میدم. واقعا افتضاحی پسر. وای خدا، دلم برای خانواده‌ام تنگ شده. امروز 45مین روزه. چند به نظرت اوضاعش چطوره؟ اون واقعا خسته شده، فقط داره یه چوبو میکوبه بزن. واقعا براش ناراحتم، ولی خب اون $450,000 برنده شده و میتونه هر وقت دلش خواست از اینجا بره. پس مشکلی نیست. این التیامش بود. الکس سلام. داشتیم از تو دوربین میدیدیمت. به نظر خیلی ناراحت بودی. آره واقعا خسته شدم. خب برای $10,000 آوردیم. حالا خستگی یه دارم. کمی آره. چند هفته دیگه طاقت میاری؟ فکر کنم فقط چند ساعت دیگه بتونم طاقت بیارم. باشه، بیا بریم پولی که جمع کردی نگاه کنیم. این تمام پولیه که تا حالا جمع کردی. $450,000. فکر میکنی همینقدر برات کافی به؟ یه لحظه صبر کن. یه سورپرایز برات دارم که بهت کمک میکنه تصمیم بگیری. چی؟ جدی میگی؟
گرفتی لباست کو؟ محض اطلاعاتو من کفششو نگرفتم، نمیدونم چرا کفش نپوشیده. با این پولا میخوام کارامو انجام بدم. به نظرت خوب نیست؟ اصلا نمیتونم همچین چیزی رو از تصور نظر کنم. خودم میتونم 5 روز دیگه هم تحمل کنم. به نظرت ارزش داره؟ تصمیم نهایی چیه؟ ما سبک سنگین کردیم. یه عالمه دیگه پول در بیارید یا همین یه عالمه پولو بردارید راستش به برید. نظرم ارزش نداره بمونم و میخوام برم. خیلی خب الکس، به محض اینکه پاتو بذاری روی خط قرمز همه چیز تموم میشه. میتونم تمام پولا رو برگردونم داخل و بری ادامه بدی. تصمیم با خودته. باشه برگردونید داخل. باشه برگردونی داخل. شوخی کردم. باورم نمیشه همچین اتفاقی افتاده. واقعا باور نکردنیه. تبریک میگم الکس. برامون آرزو کنید تا بتونیم قفس‌ها رو دوباره پر کنیم. کارتون حرف نداشت بچه‌ها. من میرم براش لباس پیدا کنم. اگه میخواین بدونید چطور این ویدیو رو گرفتم، باید بگم که قبلا زمین رو ترکوندیم و این بار روی کره ماه فیلم گرفتیم.